به نام خدا با معرفی یک ابزار تعمیراتی در خدمتتون هستیم، هویه 60 وات. دقت بفرمایید تو تعمیرات دستگاه جوش اینورتری و خیلی از تجهیزات صنعتی، کار صنعتی، هویه 60 وات جزو پرکاربردترین هویه است. فقط یه نکته خیلی خوبی داره این هویه، ملاحظه کنید. رو بدنشون اینجا میزنم که عکس کامل واضحه. اینجا میبینم این دو تا سه حالت داره. یه حالت آف داره، یه حالت لو داره، یه حالت های. یه حالت لوش هم یه دیود داخل داره، یعنی یه نیم سیکل بارش میزنه. نتیجهش چیه؟ ما تست کردیم، کلی هم فیلم براش ساختیم. مثلا اگه رو حالت های دماش 500 درجه است، این رو حالت لوش میشه 400 درجه. کاربردش کجاست؟ جایی که میخواین گرمای کمتر باشه. پی سی بی حساس‌تر یا نه؟ کارو تعطیل کردیم، میخواین اینو بزنید تو جاویه، یه مقدار برین یه چایی بخوری، یه استراحت بکنید، نمیخواین هویه رو خاموش کنید که طول میکشه تا گرم بشه دیگه. اینو رو حالت لو میذارید. من خودم شخصا به خیلی و کاربردش چیه؟ دیرتر المنت میسوزه، المنت عمر بیشتری میکنه. این از این نکته. بریم در مورد خود محصول یه صحبتی من بکنم. ببینید یک سری توضیحات دادیم، حالا توضیحات کاربردی و عملی. هویه چند واته؟ 60 واته. کاربرداش قرار داده شده و یک سری نکات تخصصیش اشاره کردیم که میتونه خیلی کمکتون کنه. حتما ببینید اینا رو. محصولات مرتبط و محصولات مشابه هم گذاشتیم، انواع هویه ها رو تو محصولات مشابه گذاشتیم و قسمت محصولات مرتبط از قلکش و نوک هویه و روغن لحیم، سیم لحیم و یک سری ابزار کاربردی که اینجاست نمونهش، اسفنج سرهویه که برای تمیز اینو خیس میکنین، آبش میچلونید یه مقدار. این بهترین روش برای تمیز کردن زمانی که هویه آسیب می‌بینه، سرش سیاه میشه. نه اول از با سنباده نزنید، این سرش یه سر خاصیه، یه قابلیت داره که بتونه راحت سیم لحیم بهش بگیرید. سنباده بزنید خراب بشه دیگه سر هویه رو نمی‌تونه. با اسفنج، من اسفنج خیلی پیشنهاد خوبیه. من حالا مدل صابونی هم دارم ولی خودم اینو بیشتر قبولش دارم. اینم دو تا ابزار که حالا ما خودمونم داریم استفاده می‌کنیم، دو تا احیا کننده. ملاحظه کنید، دو تا احیا کننده. حالا میخوام فیلم طولانی نشه، تو قسمت دوم در مورد این احیا کننده ها توضیح میدم، حتما ببینید. من ببینم از این مسئله جا نمونده. در مورد هویه توضیح دادم. فقط یه نکته ای، خیلی از دوستان میگن ما هویه‌مون سوخت. عامل اصلی سوختن هویه اینه که تو برق میذارن یادشون میره، شب برق قطع نمیکنن، فیوز نمیزنن، هویه تا صبح روشنه. هویه زمانی عمر میکنه که حتما ازش استفاده بشه. و نکته بسیار بسیار مهم تو استفاده از هویه، حتما پایه هویه چدنی داشته باشید. بدون این پایه اصلا رومیز اینجوری نذارید. رومیز من دیدم بعضی تعمیرکارا اینجوری میذارن، خب اینجوری این المنت داغون میشه، زود خراب میشه، طول عمرش میره. این پایه هویه چدنی یه مقدار گرمای هویه رو به خودش میگیره، اجازه نمیده المنت بیش از حد داغ بمونه. حتما یه پایه هویه چدنی داشته باشین، چون اولا به دستتون نمیخوره و یه جوری حفاظت ازش داره. تو قسمت دوم در خدمتتون هستم، چند تا نکته خوب اینجا بهتون تقدیم کنم.